واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ای پیامبر، از بنده ما ایوب یاد کن، آنگاه که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا به رنج و درد آورده است. ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب. به او فرمان دادیم پای خود را بر زمین بکوب تا چشمه ای بجوشد. این چشمه‌ساری خنک برای شستشو و آشامیدن است. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. و خانواده‌اش را که از دست داده بود دوچندان به وی بخشیدیم تا نشانه رحمتی از جانب ما و اندرزی برای خردمندان باشد. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. و به او فرمان دادیم دسته ای از شاخه های باریک را برگیر و با آن همسرت را بزن و سوگندت را که در هنگام خشم یاد کرده بودی نشکن. بی تردید او مردی شکیبا بود، چه نیکو بنده ای، به راستی که او بسیار توبه کار بود. واذكر عبادنا